الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى إن حلقي حبدهم از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی هست رحمهم الله که سلف این امت هستند و امام های اهل سنت و الجماعت هستند. خیلی که بیان کردیم عقیده اهل سنت رو بیان کردند و گفتند که افضل ترین امت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم کی است؟ صحابگان هستند که اول اونها ابوبکر و بعد از او عمر و بعد از او عثمان و بعد از او علی رضی الله عنهم است و بعد از این عشرة المبشره و غیره. ما یک حلقه درباره مقدمه فضیلت صحابگان صحبت کردیم و بعد از این در حلقه گذشته درباره فضیلت رسول الله صحبت کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه فضیلت اصلش همه اش در رسول الله صلی الله علیه و سلم است و فضیلت صحابگان هم از فضیلت رسول الله به وجود آمده است. از همین جهت ما اصل رو ذکر کردیم. اصل این فضیلت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بعد از اینکه فضیلت رسول الله را در حلقه گذشته بیان کردیم، حالا درباره فضیلت صحابگان بارک الله فیکم بالعموم صحبت میکنیم. الله سبحانه و تعالی فضیلت صحابگان را آشکار و واضح خودش در قرآن بیان کرده است. آشکار واضح در قرآن بیان کرده است و هیچ حاجت زیاده در گفتگو و اثر و عقیده سلف نه. خود قرآن در سوره توبه آیت 100 را نظر بکنید. الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون والأولون پیش آمده ها، اولین ها، اینها کی هستند؟ از مهاجران، کسایی که اولین شدند و از همه سبقت کردند و در اولی اسلام ایمان آوردند در مکه مکرمه و بعد از این از مکه به مدینه هجرت کردند. اولین فضل اینها است. مهاجرهایی که از مکه به مدینه هجرت کردند بهترین و افضلترین صحابگان هستند که فضیلتشون از همه فضیلت بزرگ است. عموم اگر به جنس نظر بکنیم اینها را سابقون اولون گفته میشد و این سابقون و اولون یک قسمشون مهاجر هستند که از مکه به مدینه رفتند و قسم دیگری این سابقون الاولون انصاری ها هستند. انصاری ها که هستند؟ انصار، نصر ینصر و انصار، کسایی که نصرت دادند، کمک کردند مهاجرها را، پیامبر صلی الله علیه و سلم را. اینها اهل مدینه هستند. مهاجر گفته اهل مکه را که از مکه به مدینه آمده بودند، هجرت کرده بودند، و انصار گفته همون اهل مدینه که ایمان آورده بودند و این مهاجرین را رسول الله و صحابگانشون که از مکه آمده کمک میکردند. این انصارند. والذین اتبعوهم و آنهایی که پیروی از همین مهاجرین، صحابگانی که از مکه آمدند، و انصار از این صحابگانی که از مدینه هستند به همین ها پیروی میکند، متابعت میکند، به احسان، در خوبی ها، در سنت، در علم، در پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم. رضی الله عنهم، الله از اینها راضی شده است. الله از اینها راضی شده است. آشکار و واضح. رضی الله عنهم، الله از اینها راضی شده است. و رضوا عنه، و اینها هم از الله راضی‌اند. طبعا بله. و الله برای همین مهاجران و انصار و آنهایی که پیروی از اینها کردند و متابعه اینها را کردند، تابعین، چی کرده است؟ اعد لهم، آماده کرده است برایشون جنتی را که از زیرش جاری می شود نهرها، دریاچه های زیبا، که انمین صحابگان رضی الله عنهم همیشه در همین جنت ابدالابد باقی میمانند.
ذلك الفوز العظیم. و این بردباری بینهایت بزرگ است. فوز، برد کردن، فایده کردن بینهایت بزرگ است. بله، بهترین زندگی همون زندگی است که الله سبحانه و تعالی پیش از مرگتون به شما خبر بدهد خودش و بگوید که من از شما راضی هستم. آیا این فضیلت در غیر صحابگان در کسی دیگر وجود دارد؟ آیا کسی دیگر شنیده است و میتواند که بفهمد که الله از او راضی است یا نیست؟ نمیتواند. این فضیلت صحابگان بود که در حالت زنده بودنشان به واسطه پیامبر وحی نازل شد و این آیت برای آنها تلاوت میشد. چقدر خوشحالند، چقدر خوشبختند، چقدر بهترین انسانها و افضلترین انسانها هستند که در حالت زنده بودنشان الله به آنها خبر داد که من از شما راضی هستم. ای مهاجرین، ای انصار، ای کسانی که پیروی اینها را در احسان میکنید. الله اکبر. این فضیلت است. فضیلت دیگری اونها را بیان میکنند. خیلی که در حدیث آمده است، حدیث صحیح است که پیامبر میگند لا يدخل النار احد ممن بایع تحت الشجره. به آتش جهنم داخل نمی شود هر آن کسایی که بیعت کرده است در زیر درخت. این را بیعت الشجره هم میگند و بیعت الرضوان هم میگند، یا که صلح حدیبیه هم میگویند. بارک الله فیکم. پس این فضیلتی انا همین صحابگان است. بارک الله فیکم. فضیلت صحابگان بینا زیاد است و معروف است. دلیل ها از قرآن، سنت و سخنهای سلف بینا زیاد است. معروف ترین فضیلت اونها رو باز الله ذکر میکند. بعد از روزه شدن است میگه که محمد رسول الله والذین معه یعنی صاحبانش، دوستان رسول الله، معیت هم با همراهیت که خاصی صحابگان است. غیر از صحابگان هیچ کسی با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جا جمع نشده است. پس فضیلت صحابگان برای این بزرگ است که با بهترین انسان خیر البشر سید ولد آدم همراه شدند، به او ایمان آوردند، تصدیق کردند، نصرت دادند و مال و جان و همه دنیای خود را برای او فدا کردند و در دفاع شریعت خون ریزانیده و وفات کرده و شهید شدند. البته این صحابه شدن و الله از اینها راضی شدن خود به خود به وجود نامده است. ایمان آوردند، موافقت کردند، اتباع نمودند و طاعت و اطاعت کردند. و دومیش یک فضیلت صحابگان و صفت صحابگان این بود که اشداء علی الکافرین او علی الکفار، شدت سخت نسبت کافرها داشتند. چخیلی که الله میگه اشداء علی الکفار. و صفت دیگر اینها چی بود؟ رحمت بالمؤمنین، رحمت بر مؤمنها داشتند. چخیلی که الله میگه رحماء بینهم، در بینشون رحمگین بودند. و این صفت رو ما باید اینچنین داشته باشیم. این صفت مشترک بین صحابگان و بین دیگر مسلمان ها است که مسلمان باید به کفار و مشرکین شدید باشد، سختگیر باشد و اما در حق مسلمان، در حق مؤمنین و موحدین مهربان باشد و دلسوز باشد و شفقت داشته باشد. اما امروز میبینیم که بسیار انسان ها برعکس انجام میدهند. اهل بدعت مهربانی را، آداب و اخلاق را به کفار انجام میدهند، اما نسبت یک موحد بدترین معامله را میکنند. موحد را میخوان که پیدا بکنند و یک ضرر برسانند و غیره. انا این است فضیلت صحابگان، صفت صحابگان. و این سه فضیلت را صحابگان جمع کرده بودند. یک ساعتی که صحابگان با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند بهتر از بهترین انسان ها و امام ها است. هیچ کسی به یک ساعتی صحابگان رسیده نمیتواند که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. الله سبحانه و تعالی در حق ابوبکر صدیق بیان میکند در سوره توبه 40 که الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حتما باید نصرتش بدید. زمانی که
البته به تحقیق الله نصرت داد رسول الله صلی الله علیه و سلم را زمانی که کافرها بیرونش کردند، خارجش کردند از مکه. اینها 2 نفر بودند، زمانی که هر دوشون در غار بودند. امروز غار ثور هست میگند، در مکه غار ثور است. پیامبر صلی الله علیه و وقتی که از مکه بیرون شدند در غار ثور یک مدت پنهان شدند، زیرا که قریشی ها برای کشتن رسول الله و برای دستگیر کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مبلغی بزرگی را گذاشته بود، جایزه، مکافات، و بسیار انسان ها میخواستند پیامبر صلی الله علیه و سلم را دریافت بکنند و این پول را به دست بیارند. و این اذ یقول لصاحبه، زمانی که پیامبر به صاحبشون گفتند. صاحب پیامبر کی بود؟ ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. الله خودش در قرآن ذکر کرده است که ابوبکر صاحبی، دوستی نزدیکترین محمد صلی الله علیه و سلم. محمد به ابوبکر گفتند که لا تحزن، غمگین مباش، همانو که الله با همراهی ما است. البته این لصاحبه مناط علت تفضیل است. این بیان میکند معیت را، همراه بودن ابوبکر را، صحبت را، مرافقه را، فقط یک ایمان آوردن نه، بلکه باز کمک کردن را و غیره و غیره. فضیلت های صحابه اینقدر زیاد است که باور بکنید همه اون کتاب هایی که درباره فضیلت صحابه نوشته شده است اگر جمع بکنید جمع نمی شود. در حدیث آمده است که زمانی که عروة بن مسعود به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از قومش همچون نماینده آمد که رسول الله را ببیند. این حدیث را روایت میکند امام بخاری با رقم 2731 و 2732. این قصه را نقل میکند، حدیث عروة بن مسعود را. در این حدیث آمده است که انه جعل یرمق اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم بعینیه، یعنی با 2 چشمش صحابگان خوب به دقت نظر میکرد که صحابگان چه خیلی انسان هستند، چیکار میکنند. و بعد از این که از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم عروة بن مسعود گشت و به نزد قومش رفت، به قومش گفت که والله ما تنخم رسول الله صلی الله علیه و سلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منهم. قسم به الله که یک بلغمی که از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون نمی شود مگرم این که به کف صحابگان بیرون می شود، یا یک مردی از صحابگان. این چی است؟ یعنی صحابگان اینقدر رسول الله را دوست می داشتند که همیشه در گرد و اطراف رسول الله بودند. اگر رسول الله توف بکنند یا بلغم را حتی توف بکنند، صحابگان می گرفتند به دستشون، نمی ماندند که توف رسول الله به زمین برسد. حتی بلغم رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمی خواستند که به زمین برسد. فدلک بها وجهه و جلده. این توفی رسول الله، این بلغم رسول الله را صحابگان می گرفتند و بر رویشون و به بدنشون می مالیدند. این است احترام نسبت رسول الله. و اذا امرهم ابتدروا امره. زمانی که رسول الله صحابگان را امر می کردند شتاب می کردند به انجام دادن این امر. و اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. زمانی که پیامبر وضو می گرفتند نزدیک بود که به همدیگر صحابگان جنگ می کردند به خاطر به دست آوردن آب باقی مانده وضوی رسول الله. یعنی همون آبی که رسول الله وضو می کردند از وضویشون می ریخت، همون آب را می گرفتند تبرکن. تبرک کردن رسول الله جایز است. الله رسول الله را مبارک گفته است. اما غیر از رسول الله آیا دیگر انسان ها را همچنین کرده اند صحابگان؟ نه. امروز یگان صوفی غلات را ما آب وضویش را، آب دهانش را گرفتن تبرک کردن ما ممکن است؟ نه، این جایز نیست و این شرک اصغر است. تبرکی که سببش را الله ذکر نکرده است، اما رسول الله را الله مبارک قرار داده بود. و اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده. زمانی که رسول الله سخن میکردند همه صحابگان خاموش میشدند و در نزد رسول الله بلند صحبت نمیکردند. الله امر کرده است که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. صدایتون را به بالای صدای پیامبر بالا نکنید، مثل دیگرتون که بلند گپ میزنید در نزد رسول الله بلند گپ نزنید که در آیت آخرش میگه ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون. عملهاتون حبطه میشد، حتی انسان کافر میشد به سبب اینکه صدایش را از صدای پیامبر بلند کند یا سخن خودش را از سخن پیامبر افضل و بهتر داند، کافر میشد. در حالتی که خودش نفهمیده میماند، نمیفهمد، کافر میشد. این آیت هم رد به مرجئه ها و به مدخلی ها و به حزبی ها که جهل را عذر میدانند. این آیت هم بیان میکند که جهل عذر، و انتم لا تشعرون، کافر میشوید و خودتون نمیفهمید.
و ما یحدون الیه النظر تعظیما له، سخت به رسول الله نگاه نمی کردند از نظر احترام و بزرگشماری. پس ببینید، انا این است فضیلت صحابگان، انا این است حقیقت صحابگان. پس فضیلت صحابگان چخیلی که بیان کردیم آشکار است، واضح است و خود الله سبحانه و تعالی از اونها راضی شده و فضیلت اونها را ذکر کرده است. در سوره فتح هم نظر بکنید، آیه 18 الله ذکر میکند و میگوید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیهم و اثابهم فتحا قریبا. به تحقیق راضی شد الله از همان مؤمن‌هایی که بیعت کردند با تو ای پیامبر، بیعت کردند، عهد و پیمان بستند، بیعت کردند به مرگ که به تو همراه تو هستیم، با تو یک جای می جنگیم تا اینکه وفات بکنیم. در زیر درخت بیعت الرضوان در مکه الله آن چیزی که در قلب‌های اینها هست فهمید که اینها صادق هستند، منافق و کاذب نیستند. قلب اینها را الله فهمید که صادق هستند. فانزل السکینة علیهم، به قلب این صحابگان آرامیش، سکینت، طمأنینه را الله نازل کرد و برای اینها فتح قریب را نصیب کرد. این فضیلت اونها است. در مسند امام احمد آمده است که همین کسایی که بیعت در زیر درخت کردند لا يدخل النار احد ممن بیع تحت الشجره، میگند یگان نفری که در زیر همین درخت بیعت کردند به جهنم داخل نمیشوند. این فضیلت بینات بزرگ است و این فضیلت خاصی صحابگان رسول الله صلی الله علیه و آله است. الله بیان میکند و میگه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، برابر نمی شود کسایی که از شما نفقه کرده است پیش از فتح و جنگیده است پیش از فتح. من قبل فتح و قاتل یعنی در جنگ بدر، جنگ احد و خیبر و غیره. اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتل، اینها درجهشون بزرگ است، بالا هست نسبت به کسانی که بعد از فتح مکه ایمان آوردند. و کلا وعد الله الحسنى، اما به همه اینها الله وعده حسنا داد. وعده چی را؟ جنت را داد. سوره حدید آیه 10 اینو دلالت میکرد که همه صحابگان را جنتی گفته میشد. ما والا سخن علما را ذکر میکنیم. پس بارک الله فیکم. ما بیایید با تقسیمات یک تقسیمی علمی را به شما ذکر کنیم. فضیلت صحابگان را با تقسیمی علمی. اولین اونها بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل ترین اونها، بهترین صحابگان کی است؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عبدالله ابن عثمان. ابو بکر نامشون عبدالله بود. در کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسی میگن که و افضل امته ابو بکر الصدیق، بهترین امت پیامبر صلی الله علیه و آله ابو بکر صدیق هستند. بعد از رسول الله بهترین امتش ابو بکر صدیق هستند و این به اجماع همه علما است. این به اجماع هست که کسی که قبول ندارد زندیق است. افضل ترین این امت ابو بکر صدیق است به اجماع هم مهاجرین، هم انصار، هم تابعین و هم سلف این امت و به اجماع همه مسلمانان، بزرگش، زنش و مردش و کوچکش. و بعد از ابو بکر صدیق افضل ترین این امت عمر ابن الخطاب است که این را عمری فاروق میگن. فاروق یعنی جدا کننده حق و باطل. وقتی که ایمان آورد به رسول الله پیشنهاد کرد که بیاید رسول الله به گرد خانه کعبه رویم و نماز را آشکار بخوانیم و به کفار فهمونیم که ما کی هستیم. این فاروق صفت عمر، وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر را وصف کردند، عمر فاروق گفتند. چخیلی که ابو بکر را صدیق کی وصف کرده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. عایشه صدیقه بنت صدیق گفتند. عایشه صدیقه است و دختر صدیق است، دختر ابو بکر صدیق است رضی الله عنه. این وصفی که صدیق وصف بینهایت بزرگ است، وصف ابو بکر صدیق است که پیامبر این وصف را گذاشتند. فاروق وصف بینهایت بزرگ است که رسول الله این وصف را به عمر الخطاب
وصف کردند. البته این به اجماع هست که دومین کس که هستند عمر الخطاب هستند، عمر ابن الخطاب هستند. و بعد از عمر سومین افضل ترین کس که است عثمان است. بار دیگر میگم خوب دقت بدید که بهترین و افضل ترین بودن ابوبکر و عمر به اجماع یک باره ثابت شده است. هیچ اختلاف و یک چیز یک سخنی نوجوی نیست. اول ابوبکر بعد عمر، اولین ها. اما عثمان البته که به اجماع مهاجرین و انصار ثابت شده است که عثمان بعد از ابوبکر و عمر سومین نفر از افضل ترین ها هستند، زیرا که همین مهاجرین و انصار عثمان را از علی پیش گرفتند و به او بیعت کردند و خلافه را دادند. صحابگان در حق عثمان هیچ اختلافی نکردند که این در باب فضیلت سومین شخص هستند بعد از ابوبکر و عمر. اما در عصر تابعین اختلاف به وجود آمد. بعضی از تابعین ها که اینها بیناد عددشون کم است، علی را از عثمان در فضیلت پیش دانستند. اما بالاخره اینها هم توبه کردند و از عقیدهشون گشتند بعد از یک مدت، و بعد از این در این مسئله سلف توقف کردند و همهشون اجماع کردند و در این مسئله ثابت شدند، استقرار گرفتند که مذهب تابعین هم در آخر چی شد؟ بهترین، افضلترین بعد از ابوبکر و عمر سومین نفر عثمان است و بعد از عثمان علی است. البته حتی علمای سلف به نهایت سخنهای شدید زدند هر کسی که عثمان را بعد از علی داند و علی را از عثمان رضی الله عنه پیش داند. پس عثمان را علما میگن ذی نورین، صاحب دو نور، یعنی صاحب دو دختری، شوهر دو دختری رسول الله است. این صفت را ابن قدامه المقدسی ذکر میکنند و از تابعین ذکر میکنند و این صفت ذی نورین را پیامبر صلی الله علیه و سلم به عثمان ندادند، بلکه صفت ذی نورین را تابعین ذکر کردند و در عصر تابعین به وجود آمده است. چخیلی که لالکایی با سندش از حسین جعفی نقل میکند که میگوید اتدری لماذا سموا عثمان بذی النورین؟ آیا میدانی که عثمان را به خاطر چی ذی النورین گفتند؟ گفت که لانه ما من احد نکح ابنتی نبی من لدن آدم حتی محمد علیه السلام غیر عثمان. از همون آدم علیه السلام تا زمان محمد صلی الله علیه و سلم یگان نفر انسان دختر یک پیامبر را، دو دخترش را نکاح نکرده است. یکمین انسانی که از اول دنیا تا آخر دنیا از دو دختری پیامبر را نکاح کرده است، از یک پیامبر دو دخترشان را نکاح کرده است، این کی است؟ عثمان است. از همین جهت ذو النورین گفته میشد. این کلام تابعین است، در شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعت ذکر کردند. سبب ذی النورین گفتن عثمان چی است؟ دو دختری رسول الله را، زینب بگویم ام کلثوم را، رقیه و ام کلثوم را نکاح کردند. رقیه و ام کلثوم را، و هر دوشان ها وفات کردند. و بعد از عثمان در فضیلت علی رضی الله عنه هستند. گفتیم اختلاف در زمان تابعین به وجود آمد، اما باز توقف کردند و اجماع کردند که عثمان و بعد از این افضل ترین انسان ها چهارمین نفر که است علی رضی الله عنه است. علی را مثلا ابن قدامه در کتاب لمعة الاعتقاد صفت المرتضی میگند، علی المرتضی میگند. چرا علی را مرتضی میگند؟ والله اعلم. علی ابن خضیر الخضیر میگند که شاید به سبب همون حدیث صحیح بخاری اومده باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به علی گفتند اما ترضى، آیا راضی میشوی ان تکون منی بمنزله هارون لموسی، باشی نسبت من چخیلی که موسی به هارون نزدیک بودن تو به من همچنین نزدیک باشی. و البته این سخن رو پیامبر صلی الله علیه و سلم نه فقط به علی، به دیگر انسان ها گفتند و حتی روایت است که در منهاج السنه ابن تیمیه ذکر میکنه رحمه الله به عبدالله ابن مکتوم گفتند. پس از همین حدیث شاید گرفته باشند میگن علی مرتضی، و این صفت رو هم پیامبر به علی ندادند. انا اینها هستند افضل ترین این امت به اجماع ابوبکر، عمر، ثم عثمان، ثم علی است. و بعد از این چهار نفر باقی مانده عشره مبشر است. خود شما میدونید که 10 یاری بهشتیش 4 تاش همین 4 خلیفه است، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. و بعد از اینها 6 باقی مانده ها بعد از این 4 نفر هستند.
طلحه، زبیر و سعدان میگن. سعدان این کیست؟ سعد ابن ابو وقاص، سعید ابن زید و عبدان میگن، عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده ابن جراح. انا اینها 10 یاری بهشتی. اولا ابو بکر، دوما عمر، انا من میرود. 4 تا اینها از درون 10 تا بهترین ها هستند. بعد از اینها که هستند 6 باقی مانده: طلحه، زبیر، سعد ابن ابو وقاص، سعید ابن زید و عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده ابن جراح که در جنگ بدر سریش پدرشان رو زدند. و بعد از این 10 یاری بهشتی، بهترین و افضلترین صحابگان کسایی که در جنگ بدر اشتراک کردند. شما ببینید قسمت رو شما تعلیم بگیرید. اول 4 یار، بعد از این 6 کسی که از 10 یاری بهشتی هستند، 10 یاری بهشتی. بعد از اینها اهل بدر که 313 نفر بودند. 313 نفر، بعضی 315 نفر بودند میگن. و بعد از اهل بدر اهل احد و بیعت الرضوان است. افضل ترین ها بدر هستند. بعد از 10 یاری بهشتی اهل بدر، بعد از اهل بدر اهل احد در جنگ احد اشتراک کرده ها، و بعد از این کسایی که در بیعت الرضوان اشتراک کردند. بیعت الرضوان هفتم صلح حدیبیه در 7 هجری به وجود آمده است و عددشون والله اعلم تقریبا 1400 نفر بودند. و بعد از این بهترین صحابگان کسایی که ایمان آوردند بعد از صلح حدیبیه تا فتح مکه شدن، کسایی که ایمان آوردند اینها طبقه 4 است. و بعد از این کسایی که بعد از فتح مکه تا وفات رسول الله ایمان آوردند، انا اینها. این به اعتبار افراد است. یعنی اول 4 یار: ابو بکر، عمر، عثمان، علی. بعد از این باقی مانده 6 یاری بهشتی. بعد از این اهل، یعنی سوم طبقه اهل بدر، 4م طبقه اهل احد، 5م طبقه بهترین ها بیعت الرضوان، 6م طبقه صلح حدیبیه و 7م طبقه کسایی که ایمان آوردند بعد از فتح مکه تا وفات پیامبر. از همین جهت الله سبحانه و تعالی در آیات آشکار و واضح بیان کرد: لا یستوی، برابر نمیشوند کسایی که من انفق قبل الفتح و قاتل، کسایی که پیش از فتح مکه ایمان آوردند و جهاد کردند، و کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردند و جهاد کردند. اینها با هم دیگر برابر نیستند، لیکن همشون کل وعد الله الحسنى، همشون به اینها وعده جنت داده است. این به اعتبار یک افراد است. اما اگر به اعتبار جنس بگیم، اگر عمومی‌تر کرده صحبت بکنیم، کمی سبکتر بگیریم، اولین افضلترین این امت عموما نظر بکنیم مهاجرها هستند. کسایی که در مکه به رسول الله ایمان آورده و از مکه به مدینه هجرت کردند، اینها افضلترین هستند. و بعد از مهاجران انصار، کسایی که در مدینه هستند، اینها بهترین هستند. چخیلی که الله در قرآن گفت: السابقون الاولون من المهاجرین، اول مهاجرها را ذکر کرد، والانصار، و بعد از این کی را ذکر کرد؟ انصار. و بعد از اول مهاجرین، بعد انصار، و بعد از این کسایی که بعد از صلح حدیبیه تا وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. یعنی به 3 قسم اگر عمومی نظر کنیم تقسیم کرده میشن. صحابه هایی که مهاجر شدند از مکه به مدینه، اینها اولند و اینها بهترین و افضل ترینند. و بعد از این اهل مدینه، و بعد از این کسایی که بعد از صلح حدیبیه ایمان آوردند تا وفات رسول الله. انا این بود فضیلتی، ترتیب فضیلتی صحابگان رضی الله عنهم. کدومشون پیش و کدومشون در کجا می ایستند شما فهمیدید. اما بیایید حالا ما صحبت بکنیم در ترتیب خلافت صحابگان. اما به نسبت خلافتشون به تحقیق اجماع سلف وجود دارد که مستحق ترین انسان به خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم این عبدالله، یعنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه بود. و بعد از ابو بکر عمر رضی الله عنه، و بعد از عمر عثمان ذو النورین رضی الله عنه، و بعد از عثمان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. و این به اجماع سلف است. این رو کی ذکر میکند؟ البته در بعضی سخنشون ابن قدامه و در شرح کتاب ابن قدامه این اجماع رو ذکر میکنند از سلف، و یک چند سخنهای سلف رو ذکر میکنند. علی ابن خدیر و خدیر. خوب دقت بدید.
میگن که فمن قدم او اخر فی هذا الترتیب فهو مبتدع عند اهل السنة والجماعه. هر کسی که انمین 4 نفر رو ترتیبش رو ویران کند در خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، کسی بیاید و علی رو پیش از عثمان در خلافت بگوید، یعنی علی مستحقتر در خلافت پیش از عثمان بودند بگوید، یا ترتیب همین 4 نفر رو ویران بکند، کسیش رو عقب و کسیش رو تأخیر و تقدیم بکند، این مبتدع گمراه است در نزد اهل سنت و جماعت. در دوامش میگند و من قال، و هر کسی بگوید ان علی احق من عثمان، علی مستحق تر است بر خلافت از عثمان دیده، کسی که همین عقیده رو داشته باشد، فهذا ضال، این گمراه است، و هو اضل من حمار اهلی، این گمراه تر از همون خر خانه اش است، همون خری که در پهلوی خانهش بسته مونده است، از همون خرم این انسان گمراه است، به مجرد اینکه عثمان رو از علی در خلافت مستحق دانست. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله در کتاب عقیدة الواسطیه ذکر میکنند، میگن که فإن مسألة الخلافة وترتيب الخلفاء على النحو السابق هذا بالإجماع السلف ولم يخالف فيه أحد. یعنی این البته همون کسی که علی را از عثمان پیش میداند این گمراه تر از خری خونش است، این سخن ابن تیمیه در عقیده واسطی آمده است. و در دوامش ذکر میکنند که این بود مسئله خلافت و ترتیب خلفا به انمین نموده که ذکر کردیم، و ترتیب خلفا به اجماع هست، به اجماع سلف است، هیچ اختلاف یگان سخنی در مسئله خلافت نشده است، همه اجماع کرده بودند و در این باره نه صحابگان نه تابعین تبعت هیچ کسی هیچ چیزی نگفته است. همه اول میگه ابوبکر خلیفه، دوم عمر خلیفه، سوم عثمان خلیفه و چهارم علی خلیفه. یگان کس نگفته است که علی در خلافت مستحق تر از عثمان است. اما مسئله تفضیل، افضل دانستن علی از عثمان، خیلی که ما در حلقه کمی، در همین حلقه کمی پیشتر ذکر کردیم، فضیلت، در مسئله فضیلت خلاف در زمان تابعین به وجود آمده بود که بعد از این خلاف نابود شد و بالاخره باز اجماع را تحقیق کردن تابعین. البته بعضی ها نمیفهمد و این مسئله رو به این دو مسئله رو به همدیگر آمیخته میکند. اینجا دو مسئله رفته شده است، موضوع یا مسئله اول فضیلت این صحابگان بین همدیگر، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. ما گفتیم فضیلت ابوبکر و عمر به اجماع ثابت است، اما در فضیلت عثمان و علی، اول عثمان بعد علی، اجماع در زمان صحابه بود، اما در زمان تابعین یک بار اختلاف شد و بعد از این با اجماع کردند. اما در این مسئله یگان حکم شدید نآمده است، در مسئله فضیلت کمی، یعنی اما امروز حکم شدید میگیرد کسی که فضیلتی مثلا علی رو از عثمان پیش بگیرد. اما در مسئله خلافت هیچ اختلاف نبود، تابعین هم اختلاف کرده نبودند، اگرچه بعضی ها میگفتند که علی افضل تر از عثمان گفتند، لیکن میگفتند که عثمان مستحق خلافت است، پیش از علی است. از همین جهت علما در این مسئله سخت صحبت کردند و گفتند در مسئله خلافت کسی که علی رو از عثمان پیش میگیرد این گمراه تر از خرش است، از همون خر خونش هم گمراه تر است. بارک الله فیکم. اما دلیل برای اینکه ابوبکر صدیق مستحق بر خلافت بودند و افضل ترین بودند، یا که بگیم مستحق بر خلافت بودند، چرا ابوبکر صدیق از همه مستحق ترین انسان به خلافت بودند؟ ما به نهایت به اختصار شدید به شما بیان میکنیم، برای اون که در همین حلقه صحبت رو بیان کنیم. اولا از سبب فضلش، ابوبکر صدیق از همه با فضیلت ترین صحابگان و افضل ترین صحابگان بودند، از همین جهت مستحق به خلافت است. کسی که افضل ترین است او صاحب خلافت است. دوما البته افضل ترین بودن ابوبکر صدیق گفتیم به اجماع ثابت است. در این مسئله حدیث های متفق علیه زیاد است. حضرت عایشه رضی الله عنها میپرسند که من احب الناس الیک، بهترین انسانی که دوست می‌داری کی است؟ روایت اومده است که پدرت است میگن. و یکی از عمر رضی الله عنه سوال میکنند، عمر رضی الله عنه سوال میکنند که بهترین انسان برای تو کی است؟ کی رو زیاد از همه دوست می‌داری؟ میگن ابوبکر صدیق. بعد میپرسند که بعد از این کی رو دوست می‌داری؟ میگن دخترش رو، یعنی عایشه رو رضی الله عنها. و پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت میگن که ان الله اتخذنی خلیلا
کما اتخذ ابراهیم خلیله. الله مرا خلیل گرفته است، یعنی از همه نزدیکترین دوست داشته ترین انسان به خودش گرفته است. خیلی که ابراهیم رو خلیل گرفته است. لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیله. اگر من یگان کس به خودم خلیل گرفتن جایز می بود، من ابوبکر به خودم خلیل می گرفتم. پس فضیلت ابوبکر از همه زیاد است. از همین جهت ابوبکر افضل ترین انسان که شدند از این امت مستحق خلیفه است. دلیل دوم، از همه اولین ایمان آورده ها، یکی از اولین ایمان آورده ها بودند. ابوبکر صدیق سابقهشون معروف است. وقتی که ایمان آوردند پیامبر را نصرت دادند، با پولهایشون بسیار قنبغل ها را که اذیت میکشیدند نجات دادند و غلام هایی که مسلمان میشدند میخریدند و آزاد میکردند و بلال را هم خریدند و آزاد کردند. از همین جهت از پیامبر پرسیدند که اولین مسلمان ها کی بود؟ میگن که یک مرد بزرگ صدیق و یک غلام بود. غلام این کیست؟ انا همین بلال و اینچنین یک غلام علی. یعنی اینو آدم های از همه اولین اسلام آورده ها. و این چنین دلیل سوم این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چخیلی که در حدیث صحیح آمده است متفق علیه، وقتی که مریض میشوند یک چند روز کی را ایمان به صحابگان میکنند؟ ابوبکر صدیق. و این همه حجت است که ابوبکر صدیق افضل ترین این امت است و ابوبکر صدیق خلیفه است. بارک الله فیکم. بله، حدیث صحیح همین است که اولین کسی که دوست می‌داره کی گویند؟ پیامبر میگن که عایشه رو. بله، ما گفتیم اول ابوبکر صدیق رو، البته عایشه رو، و بعد از این میگن که بعد از این کی رو دوست می‌داری؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ابوها. بله، ابوها. از همه دوست داشته ترین انسان در نزد کی است گند؟ عایشه میگن. بله، عایشه رضی الله عنها زنی بودند که پیامبر از بین زنهایشان بسیارترین دوست می‌داشتند و بعد از عایشه پدر عایشه ابوبکر صدیق را دوست داشتند. صدیقه بنت صدیق. بارک الله فیکم. پس دلیل به این چنین اجماع صحابه بود که همه صحابگان اجماع کردند و به حضرت ابوبکر صدیق بیعت دادند و ابوبکر صدیق را از همه پیش گرفتند، برای اینکه همه صحابه می‌دانستند که بهترین و افضلترین اونها کی است؟ ابوبکر است. و همون قصه مرتدین وقتی که در زمان ابوبکر صدیق به وجود آمد، همه صحابگان بار دیگر تأکید کردند که افضل ترین کس کی است؟ ابوبکر صدیق است. از کدام جانب؟ از همه جانب. شما باید بدونید که از همه جانب، از جانب عبادت، از جانب مستحکمی، از جانب فضیلت، از جانب صدق، از جانب اخلاص، از همه جانب بهترین کی بود؟ اول ابوبکر صدیق و بعد از این عمر. و این معروف است که صحابگان جمع نمیشوند به یک چیزی گمراهی، جمع نمیشوند و ساکت نمیشوند. این معروف است. صحابگان الله همچنین اونها رو قرار داده است که به یک چیزی گمراهی همشون جمع نمیشوند و با بالای ابوبکر صدیق همشون جمع شدند که همین بهترین است. اما دلیل برای مستحق بودن عمر بن الخطاب بعد از ابوبکر صدیق، مثلا ابن قدامه المقدسی در کتاب لمعة الاعتقاد دو سبب رو ذکر میکنن. سبب اول میگن فضل عمر، فضیلت عمر هم بینات فضیلت زیاد دارن، فضیلتشون بینات زیاد است و یکی از فضیلتشون همین است که یک چند بار قرآن موافقت به عمر اومده است. عمر رضی الله عنه به پیامبر میگن نمیشد پیامبر که همین زنها حجابشون رو پوشد که الله قرآن رو نازل میکند. عمر رضی الله عنه به پیامبر میگن که چی میشد که در همون مقام ابراهیم یک نماز میخوندیم، الله به پیامبر صلی الله علیه و این عمل رو امر میکند. و امروز این سنتی همه عمره کنندگان و حج کنندگان است. بارک الله فیکم. و اینچنین در مسئله اسیرهایی که در جنگ بدر گرفته بودند، فکری عمر و اجتهاد عمر و پیشنهاد عمر رضی الله عنه موافق قرآن میبرد. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مردی بودند که اگر به یک کوچه برایند، در همون کوچه و در همون راه همه شیطان های بوده میگریخت از اول تا آخرش. چه که در حدیث اومده است از ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن لو سلك عمر فجا لسلك الشیطان فجا غیر فجه. اگر عمر به یک راه برایت، همه شیطان های همون راه بوده از همون راه به دیگر راه میکوچیدند، یگان شیطان در همون راه نمیموند. به خاطر چی؟ به خاطر توحید، به خاطر اینکه در حقیقت توحید تحقیق کرده بودند. الله اکبر، الله اکبر. پس
بارک الله فیکم. انا این بود فضیلت. از همین جد انسان موحد کسی است که جن از او میترسد. و حتی احمد ابن حنبل جن ها رو میخوندن، جن زده ها رو. یک روز خبر میبرد که فلان کس رو جن زده است، امام احمد ابن حنبل روید همون رو یک رقیه شرعی کنید. امام احمد ابن حنبل پای افضل خود رو میتند. انا این پای افضل مرا، کفش مرا برید، میگند به نزد همون جن زده، به همون نزد انسان جن زده مونید و بگوید که حضور احمد ابن حنبل میگوید. اوورده کفش پای افضل احمد ابن حنبل رو به نزد جن زده موندن. این پای افضل احمد ابن حنبل، خود احمد ابن حنبل حضور میاد گند جن ها میبر اومد و میگریخت. به خاطر چی؟ به خاطر تحقیق توحید. توحید تحقیق کنی با قرائت بزیب تو، با صدای بلند تو، چهره های زیبایی که تو نه. به خاطر توحید زمین و آسمان میلرزد. چقدر توحیدت قوی باشد همونقدر عزیزی. و این صحابگان عزیز نشدند مگرم به خاطر تحقیق توحید و براءت از کفار و مشرکین و مرتدین و منافقین. حضرت عمر ابن الخطاب یکی از فضیلتشان این بود که مشرکین و منافقین را به نهایت بد میدیدند و هر منافق را که میدیدند میخواستند که سرش رو بزنند. و حتی یک نفری که دعوای مسلمانی داشت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد پیامبر می آید و یک حکمی را از پیامبر طلب میکند، پیامبر حکم میکند و بعد از این به نزد ابوبکر میرود و بعد از این به نزد پیامبر بعد از پیامبر به نزد عمر میرود. به عمر میگه که به نزد پیامبر رفتم، حکم کردن، لیکن میخوام که تو هم با یک نظر خودت رو، حکم خودت رو بگویی. عمر رضی الله عنه شمشیر رو میگیرن، سرش میزنند، حکم تکفیر میدن. میگن که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بالای تو حکم مونده باشد، باز میخوای حکم مرا میخوای، پس تو از حکم رسول الله روی تفتی و تو کافری و سرش رو میزنند و میکشند. انا این است که فضیلت بود. فضیلت اینها سرخم کردن و به آداب شدن به زیر کفار و منافقین و غلام شدن نبود. خیلی که امروز این قبوری ها ما رو طلب میکنند. و سبب دوم این بود که مستحق به خلافت شدن عمر ابن الخطاب این بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه چی کردند؟ انمی خلافت رو بعد از خودشون عهد و پیمان بستند و به عمر دادند. و بعد از این دلیل دیگر این بود که همه مهاجرین و انصار به این اجماع کردند. و بعد از خلیفه بگویم سوم عثمان و علی، البته که معروف است که به عثمان هم همه بیعت کردند و به اجماع ثابت شد، هم مهاجرین و هم انصار. اما در خلیفه علی، خلافت علی رضی الله عنه، کمی البته که مشکلی به وجود آمد که قسمی از صحابگان اجتهاد کردند و خطا کردند و البته که حق در این جماعت علی رضی الله عنه هستند. اما ما چگونه بین این صحابگان نظر بکنیم؟ در بین فتنه که در بین این صحابگان شده است ما چگونه نظر بکنیم؟ ما جانب یکیشون رو گرفته جانب دیگرشون رو طعنه زدن، یا جانب این طرف رو گرفته جانب دوم رو طعنه زدن؟ نه، این کاری ما نیست. این کاری گمراهان است، این کاری بهانه‌جویان است. این یک دروازه فتنه است که به واسطه همین دروازه منافقین و این کسانی که بغض و عداوت نسبت صحابه دارند میدارند و بر صحابگان طعنه میزنند. ما اهل سنت و جماعت میگوییم چخیلی که تابعین گفتند الحمدلله که ما در این جنگ اشتراک نکرده بودیم، شمشیرهای ما رو الله حفظ کرد و زبانهایمان رو در حقشون حفظ میکنیم. اجتهاد کردند، خطا کردند و به نزد الله رفتند و الله سبحانه و تعالی خودش بین اینها چی میکند؟ البته که قضاوت میکند. همشون صحابه رسول الله بودند و همشون بهترین بودند و افضل ترین بودند. و بدانید که رسول الله به من و شما امر کردند که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. من شما را امر میکنم که چنگ بزنید به سنت من و به سنت خلفای راشدین من مهدیین. اینها کی هستند؟ همین 4 نفر هستند که همین 4 نفر بودن رو ابن قدامه ذکر میکنند و علی ابن خضر و دیگران ذکر میکنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری گفتند خلافت من بعدی 30 سنه، چخیلی که در روایت امام ترمذی و روایت امام احمد ابن حنبل حدیث صحیح است. الخلافت من بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 سال است. اگر نظر به این سالهای صحابگان بکنید مدتش 30 سال میشد و بعضی از علما میگن که 6 ماه کم 30 سال که بعد از این بارک الله فیکم 6 ماه دیگر خلافت کردند حسن ابن علی و کامل شد به 30 سال. بارک الله فیکم. و بعد از این شروع شد حکومت ملکی، ملک، پادشاهی. پس آخرین خلیفه علی بودن میگن. سوال اینجاست، مسئله دیگر اینجاست که آیا یگان خلیفه راشد بجز این 4 نفر، بجز ابوبکر و عمر و عثمان علی رضی الله عنهم باز یگان خلیفه دیگری هست؟ البته بعضی از اهل علم، از
تبع تابعین و غیره اضافه میکنند عمر ابن عبدالعزیز رو. عمر ابن عبدالعزیز یکی از حاکمان دولتی عباسی بود والله اعلم، یکی از محدثین که اضافه میکنند میگن که این خلیفه پنجم است و میگن که این خلیفه راشدین است، خلیفه راشدین مهدیین است. هم این آدم خلیفه بود، یعنی امیر مسلمان ها بود، و هم عالم محدث بود و در زمان همین انسان البته که علم حدیث پیش می رفت که از دولت عباسی بود. و بعضی این علما میگن که مهدی هم از خلفای راشدین است وقتی که در آخر زمان میاد. بارک الله فیکم. و بعد از این مسئله دیگر شروع می شود که آیا ما می توانیم که یک انسان را شهادت به جنت بدهیم یا که حق نداریم؟ آیا ما حق داریم که یک انسان معین را شهادت به جنت بدیم، بگیم که این جنتی است، یا حق نداریم؟ قاعده وجود دارد در نزد اهل سنت که ان كل من شهد له النبي صلی الله علیه و سلم بالجنه یشهد له بالجنه. هر کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را شهادت بر جنت داده باشد، ما هم شهادت بر جنت میدیم. رسول الله 10 یاری بیشتر را جنتی گفتند، ما میگیم اینها جنتی هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بغیر از این 10 یاری بیشتری که باز به مانند دیگر حسن، حسین، ریحانتان اهل الجنه گفتند، شبابان ریحانتان اهل الجنه، شهادت میدیم که اینها هم از اهل جنت هستند. ثابت ابن قیس را شهادت دادند از اهل جنت، ما هم شهادت میدیم که از اهل جنت. و این چنین بلال را ذکر کردند که از اهل جنت است. عبدالله ابن سلام و خدیجه و حمزه رضی الله عنهم اجمعین را بیان کردند که از اهل جنت هستند، ما هم شهادت میدیم که از اهل جنت هستند. پس هر حدیثی که اومد که در حق یک صحابه بیان شد که این از اهل جنت است، اهل جنت بگیم. و غیر از این باقی مانده از صحابگانی که به نامشون ذکر نشده است از اهل جنت هستند یا نیستند، آیا شهادت میدیم که اینو از اهل جنت هستند یا نیستند؟ عمومی صحابگانی که به اونها حجت، یعنی به نامشون حدیث نامده است. قول صحیح در این مسئله صحابگان همین است که به همشون شهادت بر جنت داده میشد و به این دلیل قرآن دلالت میکند. چخیلی که در سوره توبه 117 نظر بکنید، الله میگه لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذين اتبعوه في ساعة الاسره. الله بخشید و توبه اونها رو قبول کرد، یعنی الله اونها رو بخشید. کی رو؟ مهاجرین و انصار، مهاجرین انصار، یعنی عمومی صحابگانی که از مهاجرین انصار بودن الله بخشید اونها رو. الله وقتی که بخشید اینها چی است؟ جایشون جنت میشن. و در غیر این در سوره بگویم بارک الله فیکم حدید آیه 10 الله سبحانه و تعالی میگه لا است منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجه. و در آخر همین آیه چی میگه؟ و کلا وعد الله الحسنى. کسایی که پیش از فتح مکه ایمان آوردند و جهاد کردند و کسایی که بعد از فتح مکه ایمان آوردند تا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها از نظری درجه به هم دیگر برابر نیستند. پیش از فتح ایمان آورده ها افضلند، بهترند. بعد از فتح ایمان آورده ها هم اینها هم صحابگانند و الله به هر دو اینها وعده حسنا داده است. حسنا چیست؟ حسنا جنت است. ای الجنه میگن، حسنا جنت است. پس همه صحابگان رو جنتی گفته میشد. بارک الله فیکم. یا الله در آیه دیگر میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. نو صدیقون گفته است. این آیه طولانی است و آشکار واضح بیان میکند فضیلت صحابگان را و نجات اونها را. اولئک هم المفلحون میگه، اینها نجات یافتگانند میگه. پس والله اعلم با همین دلیل علی بن خدیر سخنهای علما رو ذکر میکنند و میگن که قول صحیح همین است که همه صحابگان رو بالعموم و جنتی میگن. برای چی؟ برای اینکه همشون عادل بودند. الله چی میگه؟ یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. روزی که الله خور نمیکند پیامبرش و آنهایی که ایمان آوردند با همراه پیامبرش. همه صحابگان رو گفته است، یعنی همه صحابگانی که با همراه پیامبر بودند. حدیث ها در این باب زیاد است. الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق صحابگانش میگن انتم شهداء الله فی الارض. ای صحابگان من، شما شهدای الله در زمین هستید. و همه صحابگان عادل هستند و این معروف است. همه صحابگان عادل هستند. یگان نفر نمیتواند بگوید که یک از صحابگان عادل نیست. همهشون مشهود به عدالت هستند. زیرا که پیامبر خودشون شهادت داده، گفتند خیر القرون قرنی، بهترین قرن من است، بهترین زمان من است. یعنی صحابگان بهترین انسان است. و ابن حزم در کتاب الدره صفحه 367 اختیار میکنه، میگه و جمیع الصحابه ممن صحبه ولو یوما من غیر المنافقین فی الجنه قطعا. و همه صحابگانی که
هم صحبت رسول الله شدند، ایمان آوردند، رسول الله را دیدند، ایمان آوردند و بعد از همین به ایمانشان وفات کردند. از منافقین نبودند و از صادقین بودند، اینها حتما و قطعا از اهل جنت هستند. و استدلال میگیرند به حدیثی روایتی که در کتاب مختار آورده است، علیه الصلاة والسلام میگن که لا تمس النار رجل رآنی، آتش نمیرسد به همون انسانی که مرا دیده است. امام ترمذی روایت میکنن در سننش. البته بعضی از علمای محدثین سیر میکنن. پس این بود یک مسئله. مسئله دیگر، آیا تابعین ها را ما شهادت به جنت داده میتوانیم یا آیا تابعین ها شهادت به جنت میشوند؟ البته در حق تابعین که آیا به جنت شهادت دادن در حق اونها جایز است یا نیست، بعضی از علما سخن کردند و بعضی از علما جایز گفتند و بعضی از علما در این مسئله از صحابگان گفتند بعد از صحابگان به تابعین صحبت نمیکنیم. و کسانی که جایز گفتند به مانند عبدالغنی نابلسی در کتابش لمعة الانوار در باب مقطوع لهم بالجنه او نار تابعین ها را ذکر میکند و میگوید که نشهد ایضا للتابعین بالجنه، و این چنین شهادت میتیم به تابعین ها که از اهل جنت هستند. و به این استدلال میگیرد، دلیل میگیرد لا یمس النار رجل رآنی ولا رأى من رآنی، یعنی آتش جهنم بارک الله فیکم نمیرسد به کسی که مرا دیده است، میگم پیامبر، یا کسی که بارک الله فیکم صحابگان من را دیده است. کسی که رسول الله را دیده است و کسی که صحابگان را دیده است، اون به اونها آتش نمیرسد. یعنی همین حدیث رو یعنی دلیل میگیرد و میگه که تابعین ها هم جنتی هستند و بعضی از سلف شهادت میتند به بعضی از تابعین که این جنتی است گفته بودن بعضی سلف. و مانند عمر ابن عبدالعزیز رو بعضی از سلف میگن که عمر ابن عبدالعزیز از اهل جنت است و حسن بصری از اهل جنت است و امام احمد ابن حنبل رو از اهل جنت میگفتند، چخیلی که ابو ثور قسم میخورد و میگه که ان احمد ابن حنبل فی الجنه، احمد ابن حنبل در جنت است میگفتند. و این سخن را ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعة الفتاوی ذکر کردند. بارک الله فیکم. اما والله اعلم قول راجح ما خیلی که گفتیم صحابگان است و چیزی که ذکر شده از صحابگان به بالا نمیرویم. و یک مسئله کوچک رو ذکر میکنم که آیا امروز بعد از تابعین کسی را به اهل جنت یعنی شهادت داده می شود یا نه؟ علما اختلاف کردند و بعضی میگن که کسی که علمای اهل سنت به او بگن که این بهترین انسان بود بگن پس او از اهل جنت است و کسی را که بگن که بهترین نبود و بدترین بود از اهل نار است. والله اعلم در این مسئله البته که ما توقف میکنیم. انا این بود مسئله صحابگان و فضیلتشون و با همین این موضوع به پایان رسید. باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده در مسئله صفت علو ذات الله که الله در بالای عرش است صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.